به جان شو ساکنی کعبه، بیابان چند پیمایی. چو نبود قرب روحانی، چه سود از قطع منزل ها. یعنی به کعبه با بدنت ندرا، تو با جسم و با تنت سوی کعبه نرو. به جان شو ساکنی کعبه، با قلبت ساکنی کعبه شو، مهمان خانه شو. روحت در غیر الله، جسمت در مکه نباشد. به جان شو ساکنی کعبه، بیابان چند پیمایی. و تو از چند کیلومترها بیابانها را پیموده آمدی. چون نبود قرب روحانی، چی سود از قطع منزل ها. اگر با نیتی خالص نآمده باشی، با قلب و با روحت به خانه کعبه نآمده باشی، چی سود از قطع منزل ها. از ترک خانه ها چی فایده؟ خانه گرم، خانه آسوده خود و آرام خود را ترک کرده آمدی به مهاجرت و به عذاب و غریبی. لیکن وقتی که با نیتی خالص نآمدی، از این هیچ فایده نیست. اولین شرط حج است برادرای عزیز که حج باید خالصا لله باشد. این نه فقط حج، همه عملهای بنده باید خالصا لله شد. اگر خالصا لله باشد، یک سوم برابر میلیارد ها میشد. اگر خالص نباشد، 1 میلیارد از یک کم پایان میشد.